تغییرات دیگری بزرگی تابستانی این موسم دسته سعودی رونالدو را انتظار است. هرچند که رونالدو بعد باخت آخرین در پرلیگ سعودی خود اشاره رفتن از النصر کرده بود، پولداران عربی هیچ نمیخواهند که با رفتن رونالدو ایمیج و شهرت اعتبار از دست دهند. هرچند که یک راه بازداشتن کریرا در زمین عربی بردنش به الهلال بود، ولی این دسته باشد تا حال باور دارد که جوره جانی نیمار را به تیم آورده میتواند. هرچند مسی تا حال اطراف پیشنهاد چیزی نگفته است، ولی برای رونالدو باشد دسته باید یافت که در چمپیونات باشگاهی جهانی بازی نماید. از این خاطر النصر میتواند با رونالدو شرطنامه را تمدید کند و مخصوص برای این چمپیونات او را به الهلال به اجاره روان نماید. این نقشه تابستانی البته که خوب است، ولی گپسریان است که راهبران فوند مستقل عربستان سعودی هیچ نمیخواهند رونالدو در صف دسته دیگر این کشور برآمد کند.